علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. نمیشه دقیق گفت، نمیشه به دقت گفتش که نظم این چنینی نیست، اما میشه یه خطوطی رو ترسیم. عبارت است از انزوای آمریکا. آمریکا منزوی خواهد بود، برخلاف اونی که 20 سال پیش بوش پدر گفت امروز تنها قدرت مسلط دنیا آمریکاست. با غرور تمام گفتش که امروز همه کاره دنیا آمریکاست. دست و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد شد. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. قدرت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن. این حالت از غرب منتقل خواهد شد به آسیا. ما تو آسیایی. خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت. فکر مقاومت در مقابل زورگویی که مبتکرش جمهوری اسلامی است. چون اروپایی‌ها مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حصه متقابل حتمی دنیاست. این دنیا تقسیم میشه به گروه‌های دولت‌های سلطه‌گر و دولت‌های کشورهای سلطه پذیر. انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت و منطق مقاومت. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی که باید شما فکر کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه یه خصوصیات برجسته‌ای کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم نیروهای طبیعت کشور. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. رو معادن بنده چقدر تکیه کردم در دولت‌های مختلف، متأسفانه خب خیلی نپرداختن، گوش نکردن به حرفم. ما چهارراه ارتباطات شرق و غرب و شمال و جنوبی. شما رو نقشه نگاه کنید، ما در این نقطه حساس هستیم. شرق و غرب از ما میتوانن عبور کنن، شمال و جنوب هم از ما میتوانن عبور کنن. ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتوانیم در دنیا باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راهن، خطوط ریلی با جاده نمیشه که من راجع به این خطوط ریلی هم باز این در دلار رو شما جوون آباد بکنید. مکرر در دولت‌های مختلف راجع به خطوط ریلی من تاکید کردم، متاسفانه کوتاهی شده. از همه این چند تا امتیاز مهمتر منطق حکومتی و تمدنی ما که همون جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلام، جمع کردیم بین حضور مردم با آراء مردم و معارف الهی، توفیق الهی. البته نقصایی داریم، من هیچ وقت ادعا نمی‌کنم در این زمینه‌ها نقص نداریم، نه نقصایی داریم، اما حرف منطق جدیدی است در دنیا. خب حالا در این دنیای جدید جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی است که باید شما خودتون رو براش آماده کنید.